سلام، من رهام، 27 سالمه و 2 ساله که تورنتو زندگی میکنم و امروز قراره بعد از 3 سال دوباره آزمون آیلتس بدم. دفعه قبل یه چند ماهی براش خونده بودم و تونستم یه 8 خوشگل بگیرم، ولی این دفعه فقط یه هفته خوندم و هیچ ایده‌ای ندارم چه نمره‌ای ممکنه بگیرم. از اونجایی که تقریبا 1 ساعت و نیم زودتر رسیده بودم و اگر میرفتم داخل سنتر باید تمام وسایل و گوشیمو تحویل میدادم، ترجیح دادم که برم توی قسمت فودکورت بشینم و یکم روی اسپیکینگم کار کنم. و برخلاف چهره آرومم به شدت استرس داشتم و اینجا داشتم سعی می‌کردم با کشیدن نفس‌های عمیق یکم حال خودمو بهتر کنم. اینجا دیگه یه ساعت گذشته بود و من داشتم سعی می‌کردم طبقه رو انتخاب کنم که وارد سنتر بشم، ولی چون همه وسایلمو تحویل دادم هیچ فیلمی ازش ندارم. و بالاخره بعد از 3 ساعت من راحت شدم، ولی هنوز استرس اسپیکینگ رو داشتم و بعد یه ساعت براش صبر می‌کردم. پس تصمیم گرفتم برم یکم توی سفارا بچرخم تا استرسم بیاد پایین. این وسط از دور یه آشنا دیدم که بعد از 10 دقیقه با این کافی و این شکلات اومد سمتم که به نظرم کارش خیلی گوگلی بود و کلی استرس من آورد پایین. اینجا دوباره برگشتم داخل سنتر و بعد از نیم ساعت آزمون اسپیکینگم هم بالاخره تموم شد. و از اونجایی که دیگه ظهر شده بود و منم حسابی ضعف کرده بودم، رفتم داخل فودکورت یه چیزی بخورم و چقدر نسبت به صبح شلوغ شده بود. خلاصه این امتحانم با تمام سختیاش بالاخره تموم شد و من اینجا داشتم مستقیم میرفتم سر کار. 13 روز دیگه میام و نتیجه این امتحانو بهتون میگم. فعلا